بسم الله الرحمن الرحیم. مردم جمع میکنه به نام ختم قرآن. عجیب است، من نماز میخوانم برای تو میشه؟ نمیشه. خیر قرآن که بخوانم برای تو چطور شود؟ ما در خیر القرون اینطور اصل نداریم که در اونجا کسی جمع شده باشه قرآن خوانده باشه و گفته باشه که ثوابش به کسی میبخشه. این گپ در خیر القرون قطعا واقع نشده. از همون خاطر است که عالی مسلمانای ما که کدام کارهای به نام 34 و 40 و سالپورگی و جمعگی میکنن کلش در جمله بدعات است. بجای از اینکه ثواب برای مرده برسه بلکه خودی آدم کننده گناهگار است و یک عمل بدعت زنده میکنه و به مردیش اگر او مرده سریعی عمل راضی باشه عذاب هم میرسه، اگر نه که او منع کرده باشه باز او عذاب برش نمیرسه، اما کننده ای کار الله برش عذاب میده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. بسیار خوب. دوست گرامی ما از ما سوال کرد در مورد امی مراسمی که بعد از مرده بعضی دوستای ما انجام میده به نام ختم جمعگی و همچنان شام و 34 و دیگه 40 و سالپورگی. اگرچه مردم به نیت خیلی خوب امی کارا را انجام میده به این خاطر که منظورشان یا مقصدشان خوب است. منظوری از یا است که امی مرده که وفات کرده از دنیا رفته، ما باید در حالت بعد از مردنش یک چیزی نفع برای از او برسانیم و به نیت صدقه یا خیرات بعضی مراسم این دوستای ما انجام میده. لیکن قبل از اینکه ما در این مورد گپ بزنم، همیشه ما که دوچار مشکلات میشیم از اصل حقیقت دین خود آگاه نمی کنیم که ما اصل مطلب دین بدانیم. موضوع از اینجا شروع میشه که ما باید باور داشته باشیم که بهترین نمونه برای ایصال ثواب، برای عبادت، برای نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی، برای مغفرت مرده ها، برای ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر علیه و سلام از نفس ما کده بر ما نزدیک است. الله سبحانه و تعالی خود شاهدی میده النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر از نفسای خود انسان کدن به مؤمنا خیلی لایق است و نزدیک است و قابل احترام است، احترام داشتن و تعظیم داشتنش. علتش هم است که نفس انسان طرف گناه ها دعوت میده و رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را طرف حق و طرف هدایت دعوت میده. ما عقیده داشته باشیم که مثل پیغمبر علیه السلام واری بسیار مهربان و مشفق، شخص دیگر خصوصا بالای امتش دیگه کس نیست. و عقیده داشته باشیم که هیچ امر خیر پیغمبر علیه السلام نگذاشته. چطور شده میتونه که یک موضوع تعلق به سرنوشت یک مرده داشته باشه، یعنی به بخشیدن و نبخشیدنش یا به رفتنش طرف جنت و بازداشتنش از جهنم داشته باشه و پیغمبر او را بیان نکرده باشه. از او خاطر در این نقطه اگر ما یک کمی دقت بکنیم درک میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر به شهادت الله سبحانه و تعالی که در کتاب خود بر ما او را ذکر کرده، الله سبحانه و تعالی پیغمبر علیه السلام رؤوف الرحیم صفتش ذکر کرده. رؤوف میگه بسیار مهربانه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحیم. بالای مؤمنا پیغمبر علیه السلام بسیار مهربان بود. هیچ شده نمیتونه که یک کار خیر باشه، موجب ثواب باشه، سبب بخشیدن مرده باشه و پیغمبر بر ما بیان نکرده باشه. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام صراحتا میگه که اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. یک انسان وقتی وفات میکنه تمام عملش قطع میشه مگر از 3 چیز قطع نمیشه. الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. 3 چیز پیغمبر علیه السلام بر ما تعلیم داده که ما اگر میخواهیم یک مرده را ایصال ثواب برش شوه و او از منفعت بگیره، او را رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما انتخاب کرد. اولش صدقه جاریه بود، بعد از او علمی که از اون نفع انسان بگیره، خدمت دین سرش بکنه، و دیگه اولاد صالحی که پس برش دعا میکنه.
و دو موضوع را ما میگذاریم که اولاد صالح و علم نافع کدام است، فقط در سر صدقه جاریه گپ میزنیم. تعجب است که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را امر به صدقه جاریه میکنه و ما را معلومات میده که برای مرده صدقه جاریه خیلی مفید است و ما میخیزیم اینطور کارایی را میکنیم از جان خود به عقل خود مطابق روش قوم خود و او را ثواب تلقی میکنیم، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را به او قسم عمل انجام نداده. هر کسی که یک عمل انجام میده که به نقشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نباشه او بدعت شمرده میشه. کسی که او را موجب ثواب میدانه و او را عبادت میدانه. پیغمبر علیه السلام میفرماید من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که پیدا میکنه در دین ما که نمیسته چیزی را که او نیسته او مردود است. من عمل عملا لیس علیه امرنا. کسی یک کار میکنه که دو دستوری ما نباشه، پیغمبر علیه السلام میفرماید فهو رد، مردود است. پس از این دوستایی که کارا را میکنه فقط امی قدر سوال شوه که از کدام سند و دلیل شما این کار میکنی، بلکه شما مخالف دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار انجام میده. پیغمبر براتون صدقه جاریه گفته، لیکن شما این کارا را کرده رویستی. ملت ها را به تکلیف میندازی، خدا به تکلیف میندازی، روزا را مشخص میکنی. پس در اینجا تقیید زمان میایه، یعنی زمان مقید میسازی، مکان مقید میسازی، طعام مقید میسازی. بر علاوه از این عبادت کیفیتش مقید میسازی. مردم جمع میکنی به نام ختم قرآن. عجیب است، من نماز میخوانم برای تو میشه؟ نمیشه. خیر قرآن که بخوانم برای تو چطور شوه؟ ما در خیر القرون اینطور اصل نداریم که در اونجا کسی جمع شده باشه، قرآن خوانده باشه و گفته باشه که ثوابش به کسی میبخشیم. این گپ در خیر القرون قطعا واقع نشده. از همون خاطر است که عالی مسلمانای ما که کدام کارهای به نام 34 و 40 و سالپورگی و جمعگی میکنن کلش در جمله بدعات است. بجای از اینکه ثواب برای مرده برسه، بلکه خودی آدم کننده گناهگار است و یک عمل بدعت زنده میکنه و به مردیش اگر اون مرده سریعی عمل راضی باشه عذاب هم میرسه، اگر نه که اون منع کرده باشه باز او عذاب برش نمیرسه، اما کننده ای کار الله برش عذاب میده. هر کسی که وفات میکنه یکی از مسئولیت‌های شمی است کدام امور ناروایی که بعد از او صورت میگیره او را وصیت کنه. مثلا بگویه که پس از ما اینی بدعت‌ها را نکنی. این موضوعاتی است که بسیار مهم است. یکی از جمله وصیت‌هایی که سر انسان لازم است امی است. پس اینجا بر ما واضح شد که این عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده و نه ترغیب داده، بلکه ما نظر به تشکیل قومی، نظر به از اینکه کلانای ما این کار کرده یا کسی عقل خود جنگانده یا ملا صاحبا این کار کرده که برای ما یک چیزی مدرک خوراک و طعام برای ما میسر شود. به هر ترتیب هر کس که ایجاد کرده خلاف شرع ایجاد کرده و این بدعت شمرده میشه. و با تاسف که ما این کارا را میکنیم، یک کاری صدقه جاریه را نمیکنیم. هر جای چای ما را که میبینیم مؤسسه کنده و مؤسسه کفری، مکتب که میبینیم مؤسسه کفری جور کرده، کلینیک که میبینیم مؤسسه کفری جور کرده، پلچه که میبینیم مؤسسه کفری جور کرده، سرک که میبینیم مؤسسه کفری جور کرده، سربند آب میبینیم که مؤسسه کفری جور کرده. خلاصه سخن است او اموری که صدقه جاریه است کلش کفار در دست گرفته. ما مسلمانان به جز از خدمت شکم خود هیچ کاری دیگری نکردیم. کل عمر ده یعنی میشه کم پرستی تیر کردیم. خوش هستیم که لقمه ما کلان میشه، ولی غم مردی خدا نداریم که آیا بریزی ثواب میرسه یا نمیرسه. ما در مدارس قرآن کریم خریده میتونیم، کتاب خریده میتونیم، مدرسه را فعال میتونیم، چند ماه کرایه یک مدرسه را داده میتونیم، چند ماه معاش یک استاد ورزیده را داده میتونیم. ما میتونیم که کوچه های خود پخته کنیم به می پولی که ما صدقه میکنیم. ما میتونیم بسیار کارهای خیر دیگر را در پایو بکنیم. مثلا یتیما را کفالتش بکنیم، بیوه ها را از حالش خبر بکنیم. مریضای ما داریم که حتی توان خریداری یک نسخه خیلی عادی را نداره، از چند صد روپیه، لیکن ما یک مریض کسی در کدام جای کمک نکرده، یک دانه لنگ و کور و کره کسی بازخواستش نکرده. همین قسم مردمای مظلوم که بسیار نادار هستند و همیشه مورد تحقیر قرار داده شده، یعنی و حتی در جامعه ما حیثیت خوب نداره. از همون خاطر ما بجای از اینکه توصیه پیغمبر اسلام عملی کنیم سرش برویم، میبینیم که کار خلاف طرز رسول الله و نقشه رسول الله انجام میدیم. از اون خاطر این عملی که مردم انجام میده کلش در بدعات شامل است و الله سبحانه و تعالی اگر یا توبه نکنه
شاید نبخشه به خاطر ازی این گپ بسیار نادرست است و این گپی است که الحمدلله هر کس خودش یک کمی بصیرت داشته باشه درک میکنه که ما باید کدام عمل انجام بدم. ما بارها بری در هر درس و مجلس خود بری شاگردا هم قرآن کریمی که من ترجمه میکنم همیشه از پیشش امیر مثال پیش میکنم برای دوستا و میگم که اینمی قرآن کریم یک شخص شاید در زمان برای ما 100 کلدار خریده باشه، لیکن منفعتی قرآن کریم قدر زیاد است که به هزارها نفر پیش ما ترجمه کرده. الحمدلله دیگه از یک قرآن کریم خیلی زیاد ثواب برای اونم یک شخصی که تقریبا 100 کلدار مصرف کرده همین قدر اجر عظیم برای از میرسه. ما را چی شده که ما نمیتونیم که واقعا همین خیر زیاد ثواب زیاد کمایی کنیم، بلکه همیشه در ضد خود قرار بدیم، در ضد شریعت گفتگو داریم، حدیث پیغمبر نعوذ بالله قبول نداریم، در مقابل میخیزیم، در حالی که اگر ما یک کمی تحقیق بکنیم همین گپا کلش واضح هست. الله سبحانه و تعالی بکنه که مردم ما بیدار شود و همچون کارهای نادرست و ناروا را دیگه انجام نده. اگر کسی خیرات و صدقات برای مرده های خود میکنه بهترین راه ها وجود داره، چاره بکنه، مسجد جور کنه، پلچکا را جور کنه، راه ها را جور کنه، کتابا را خریداری کنه برای علما، برای کسایی که حالی پیشتر ماشاءالله دو برادر که و تفسیر اظهار البیان خواستن آجی صاحب محترم برش پول داد. من یقین دارم که اگر الله این بچه را علم داد و عالم شد و بعد از درسا را شروع کرد از او استفاده کرد در کل اجر از او آجی صاحب محترم اونا شریک میشه. الله سبحانه و تعالی کل ما را توفیق بده که توصیه پیغمبر عملی کنیم، دنبال عقل جنگی و گپا نگردیم، چیزی که دین بر ما میگه به او تسلیم شیم. جزاکم الله خیرا و بارک فیکم.